درود بر شما هم‌دیران ارجمند. امروز 20 نوامبر. اگر عمر وفا میکرد یکی از بزرگترین شاعران ادبیات معاصر استاد روانشاد بازار صابر امروز 80 ساله میشدند و حالا از نام کل مخلصانش، مخلصان شعر بلندش در شبکه اجتماعی فیسبوک میخواهم یک شعر خیلی عالیش را همچون یادبود شاعر قرائت نمایم. از ازل شعر نبود، شعر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بوده است. شعر او شعله آتش، آتشش شعله شعر، گرمی روی عجم این هم از گرمی اوست، سرخی روی عجم این هم از سرخی اوست. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. جلد شاهنامه به قرآن عرب، جلد شاهنامه به قرآن عرب بنگر، سال 1000 است که در پیکار است. عرصه جنگ و مبارزه او عرصه جنگ بزرگ وطنی است. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. کس نمیرفت به شیراز نبود سعدی اگر، کس نمیرفت به شیراز نبود حافظ اگر، بلکه شیراز نبود در نظر اهل نظر. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت، کرد یومگاندره را ناصر خسرو یونان. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. نه به تخت جمشید، نه به نقش رستم و نه با مشهد و طوس، به دو سرواده خیام شناسند ایران. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. شعر پیوندی خجند است کمال خواجه کمال. شعر پیوندی خجند است کمال خواجه کمال. قلمش شاخه پیوندی قندک بوده است. غزلش قندک او گرچه در گوشه تبریز بود مرقد او. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. دوش در قطعه هند داربازی بود اگر، ماربازی بود اگر، چشم بندی بود اگر، اقبال نبود چون که اقبال نبود. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. روحت شاد باد استاد ارجمند.